لحظه‌ای که خورشید محو بشه هیچکس متوجه اون نمیشه، چون که آخرین پرتوهای نورش هنوز توی راه میمونن. سفری 150 میلیون کیلومتری که 8 دقیقه و 20 ثانیه طول میکشه. اما وقتی این نورها به پایان میرسن، جهان در یک آن دگرگون خواهد شد. ساعت 1 بعد از ظهره که ناگهان همه چیز تاریک میشه. نه ماه و نه ستاره ها، فقط سیاهی مطلق وجود داره. حالا وحشت سراسر زمین رو فرا میگیره، اما این فقط آغاز ماجراست. نکته جالب اینه که برخی چیزها هنوز هم عادی به نظر میرسن. مشتری آرام به دور خورشیدی میچرخه که دیگه وجود نداره و نور اون هنوز تو روی زمین هستش. گویی جهان برای لحظه‌ای داره دروغ میگه. نیم ساعت بعد دیگه آسمون سیاه مطلق شده. حالا فقط ستاره‌ها هستن که توی تاریکی چشمک میزنن. ولی این نور دیگه به درد روشن کردن یه اتاق هم نمیخوره. چراغای شهر مثل هر شب روشنن، ولی این بار یه فرقی میکنه. دیگه صبحی در کار نیستش. تا 24 ساعت بعد همه جا ترس و آشوبه. دولت‌ها دست و پاشونو گم میکنن و دما داره دقیقه به دقیقه کم میشه و بدترین قسمت ماجرا تازه میخواد شروع شه. فتوسنتز، همون فرآیندی که 99% موجودات رو زنده نگه میداره، دیگه کار نمیکنه و گیاها نمیتونن اکسیژن رو بسازن. ولی خوشبختانه جو زمین یه ذخیره مخفی داره. یه کوینتیلون اکسیژن که این مقدار برای هزاران سال کافیه. البته که تا اون موقع یخ نزده باشیم. در هفته اول دما میرسه به 0 درجه. دقیقاً مثل سردترین روزای زمستون توی قطب. حالا 1 سال بعد منفی 73 درجه رو خواهیم دید. دیگه دریاها یخ میبندن و همه چی از بین میره. حالا تنها جای امن مناطقی مثل ایسلنده که گرمای درون زمین هنوز اونجا زنده هستش. در اونجا پناهگاه‌های زیرزمینی هستش که با انرژی هسته‌ای گرم میشه. حالا زمین بعد از همه این ماجراها میشه گفت بیش از 7 میلیارد نفر تلفات داده. 20 سال بعد از این فاجعه هوا دیگه هوایی نیست که میشناختیم. حالا گازهای جو از شدت سرما فشرده شدن و ابرها اونقدر پایین اومدن که گویی بر فراز سرمون سنگینی میکنه و اکسیژن دیگه به شکل برف یخزده میباره. از همون روزی که قلب منظومه شمسی از تپش ایستاد، زمین به آرومی به گورستانی یخزده تبدیل شد. پس از 100 سال دما در منفی 200 درجه تثبیت میشه و اکسیژن برای همیشه شکل گازی خودش رو از دست میده. تنها بازماندگان اونهایی بودن که به پناهگاه‌ها رسیدن. حالا نسل اول با پوشیدن لباس‌های ویژه جرأت میکنه به سطح بیاد. برف اکسیژن رو در کیسه‌های خودش جمع بکنه و به اعماق پناهگاه‌ها برگرده. اونها با ذوب کردن این برف روی آتیش هوا رو دوباره قابل تنفس میکنن. اقیانوس‌ها که به گنبده‌های یخی عظیم تبدیل میشن، اما توی اعماقشون زیر کیلومترها یخ آب مایع هنوز جریان داره. گرمای هسته داغ زمین بیش از 6000 درجه است که مانند بخاری غولاسا حیات رو در تاریکی حفظ میکنه. حالا که میلیون‌ها سال گذشته، حیات در اعماق اقیانوس‌ها حتی بدون خورشید هم ادامه داره. اکستریموفیل‌ها جانداران سرسخت اعماق اقیانوس هستند که با تغذیه از متان و گوگرد چرخه حیات رو نگه می‌دارن. برای اونها خورشید هرگز وجود نداشته و حتی اصلا نمیدونن که روزگاری در آسمان ستاره‌ای هم می‌درخشیده. حالا زمین سفینه سرگردان در تاریکی هسته. اون دیگه یک سیاره معمولی به شمار نمیاد. او تبدیل شده به یک سفینه عظیم که با سرعت 108000 کیلومتر بر ساعت به سوی تاریکی‌های کیهان پرتاب میشه. سفری تنها، تاریک و سرد.